سلام همه دوستان. توی این آموزش میخوایم یاد بگیریم که چجوری میتونیم اکانت اینستاگراممون رو به موتور جستجوگرها معرفی بکنیم و از این روش دریافتی فالوور بیشتری داشته باشیم. واسه این کار اول میایم آدرس پیجمون رو کپی میکنیم، ولی اگه نمیدونستید چجوری میایم توی ادیت پروفایل نام کاربریمون رو، اسم پیجمون رو اینجا پیدا میکنیم، یه instagram.com/ قبلش میذاریم، میایم تو گوگل سرچ میکنیم بالک لینک، روی پیج balklink.org میزنیم، میایم اینجا آدرس پیجمون رو میزنیم، یه چه سلکتال اینجا میذاریم، یه سلکتال هم اینجا میذاریم، سابمیت URL. خب ببینیم، آره شروع میکنه، اینجوری شروع میکنه. توی تک تک موتور جستجوگر میبینید حالا مثلا یکی دوتا خطا داره، مثلا توی گوگل چین مثلا اینم کار نمیکنه، ولی تک تک اینجا اوکیش میکنه. فالو یادت نره، سابسکرایب یادت نره، به دوستات معرفی کن تا اونا هم بتونن استفاده بکنن. فعلا